درود دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خیلی خوب و عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروزمون که درباره 4 تا نکته و اصول شروع بازی هستش که میخوایم اونا رو با هم بررسی کنیم. 4 نکته خیلی مهمی هستش که خیلی از بازیکنهای آماتور و حتی حرفه‌ای به اونا بی توجهند، به خصوص نکته سوم و چهارم که خیلی از بازیکنها این اشتباهات رو تکرار میکنن. بریم با هم شروع کنیم. خب اولین نکته درباره مرکز بازی هستش که شامل این 4 تا خونه E4, D4, E5 و D5 هستش که تقریبا استراتژی بازی روی این 4 تا خونه مرکزی میچرخه و ما باید سعی کنیم هرچه سریعتر و با قدرتتر این 4 تا خونه رو کنترل کنیم. برای مثال اگه سفید شروع بازی رو با حرکت A4 شروع کنه، تقریبا حرکت خیلی بدیه، چرا که اصلا ربطی به این 4 تا خونه نداره و کلا در حاشیه صفحه هستش و اینجا سیاه خیلی راحت میتونه با E5 خونه E5 و D4 رو کنترل کنه و حرکت بعدی هم میخواد D5 کنه. پس حرکت A4 حرکت بدیه، حرکات خیلی خوب و پرطرفداری که خیلی بازی میشه اینجا حرکت E4 هستش، D4، C4 و حرکت اسب F3 که اولین قدم رو برای تصاحب به مرکز برمیدارن. برای مثال اینجا ما حرکت E4 رو انجام بدیم، خونه E4 و D5 رو کنترل کردیم، سیاه هم در مقابل حرکت E5 رو برای مثال بازی میکنه و اونم خونه E5 و D4 رو تصاحب میکنه و بعد از این حرکات ما هی باید مرکز رو دوباره بیشتر در اختیار داشته باشیم. برای مثلا اینجا حرکت اسب F3 حرکت خوبیه که به پیاده E5 و خونه D4 فشار میاره. حریف هم اینجا برای مثال حرکت از C6 رو انجام میده که از پیادش دفاع میکنه و گسترش دادن هم خیلی سریع باید انجام بشه، یعنی سوارهای سبکمون رو باید سریع گسترش بدیم. برای مثال اینجا حرکت فیل C4 و حرکت فیل B5 حرکات خیلی خوبی هستش. اسب C3 هم خیلی بازی میشه و حرکات خوبی هستش و ما سریعا تو شروع بازی باید خونه های مرکزی رو تصاحب کنیم. دومین نکته‌ای که خیلی مهمه حرکت کردن بیش از یک بار با یک مهره است که طبیعتاً گسترش رو خیلی عقب میندازه و به حریف اجازه میده که مهره هاشو خیلی سریع گسترش بده. بریم با هم ببینیم. برای مثال اینجا ما حرکت اسب F3 رو برای شروع انتخاب میکنیم و به عنوان مثال حریف میتونه حرکت D5 رو انجام بده و اینجا ما باید طبق معمول با گسترش نرمال حرکت D5 یا G3 رو انجام بدیم و به صورت طبیعی مهرمان رو گسترش بدیم. ولی اگه برای بار دوم با اسبمون حرکت کنیم، به حریف فرصت میدیم که خیلی سریع هم مرکز رو بگیره هم مهره هاشو گسترش بده و خودمون خیلی عقب میافتیم و اینجا خیلی راحت سیاه میتونه با حرکت E5 هم مرکز رو بگیره هم به اسب ما حمله کنه و اینجا ما برای بار سوم باید اسبمون رو تکون بدیم و اینجا برای مثال اسب B3 بازی کنیم و اینجا سیاه خیلی ساده میتونه اسب F6 بازی کنه. توجه داشته باشین که سیاه هم مرکز رو گرفته و هم 3 تا از 2 تا پیاده و یه دونه از سواراشو بیرون آورده، در حالی که ما فقط یه اسب رو بیرون آوردیم و خیلی از گسترش عقب هستیم. سومین نکته‌ای که خیلی ها بهش توجه نمی‌کنن و خیلی از بازیکن‌های آماتور این اشتباه تکرار می‌کنن اینه که وزیرشون رو خیلی سریع بیرون میارن. یعنی بیرون آوردن سریع وزیر کار اشتباهی هستش. طبیعتاً وزیر قوی ترین مهره شطرنجه و خیلی ها دوست دارن با وزیر بازی کنن، ولی خب بیرون آوردن سریعش هم میتونه به همون اندازه خطرناک باشه. برای مثال اینجا
ما حرکت E4 رو انجام میدیم و حریف حرکت E6 رو انجام میده و اینجا حرکت درست طبیعتا D4 که مرکز رو محکمتر کنیم. ولی اگه اینجا مثلا برای مثال وزیر F6 وزیر H5 بازی کنیم، خب هم گسترش رو عقب میندازیم، هم به سیاه امکان میدیم که مهره هاشو با تمپ بیرون بیاره و حمله کنه به وزیرمون. برای مثال اینجا خیلی ساده میتونه اسب F6 بازی کنه و به وزیر خودمون حمله کنه و ما دوباره باید با وزیر حرکت کنیم و وزیر رو دوباره به عقب بریم. مثلا اینجا حرکت وزیر F3 رو انجام میدیم و سیاه خیلی ساده میتونه فیلش هم گسترش بده و اینجا ما وزیرمون چون خیلی زود بیرون آوردیمش جلوی اسبمون رو گرفته و اسبمون رو نمیتونیم تو جای خوب بیرون بیاریم و اگه از خونه H3 بیرون بیاریم طبیعتا حاشیه صف هست و کارای زیادی اونجا نداره. پس سری بیرون آوردن وزیر خیلی کار درستی در شروع بازی نیستش. خب چهارمین نکته و شاید حساس ترین و مهمترین نکته شروع بازی قلعه رفتن باشه که شاهمون رو باید سریعا قلعه بریم و در امنیت قرار بدیم. اگه شاهمون در مرکز صفحه بمونه خیلی ساده و به مراتب بیشتر مورد حمله قرار میگیره. برای مثال اینجا ما مثلا اگه بازی رو با اسب F3 شروع کنیم، حریف مثلا اسب F6 بازی میکنه و اگه ما D3 بازی کنیم و حریف فیل J7 برای مثال C3 و فیل J7، اگه اینجا ما بخوایم مثلا حرکت B4 رو انجام بدیم حریف خیلی سریع قلعه میره و اینجا دقت داشته باشین که چون شاه ما در مرکز قرار داره و شاه حریف الان در امنیت کامل قرار داره خیلی ساده و سریع حریف میتونه با پیاده های مرکزی هجوم علیه شاه ما آغاز کنه و چون شاه ما در مرکزه تو دردسر میفته و گسترش مهره های ما به مشکل برمیخوره. پس کار درست اینه در شروع بازی خیلی سریع بعد گسترش مهره ها سریع قلعه بریم و شاهمون رو امن کنیم و وقتی که شاهمون امن میشه دیگه حمله سریع حریف بی اثر میشه و طبیعتا آسیب آنچنانی نمیتونه وارد کنه چون شاهمون قلعه رفته. ولی مثل همین پوزیشن اگه در وسط صفحه قرار بگیره ما خب طبیعتا خیلی سخت میشه بازیمون و خیلی میتونیم عقب بیفتیم در بازی. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشین و به دردتون خورده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال منو سابسکرایب داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.